میخوام تمام نکات سایکولوژی ترید رو تو 1 دقیقه برات بگم. وقتی از خواب بیدار شدی یا خسته ای، معامله نگیر. حداقل نیم ساعت قبل ورود به معامله فقط چارت رو نگاه کن. هیچ وقت گرسنه ترید نکن. به خاطر از دست دادن موقعیت هیجانی تصمیم نگیر و منتظر نقطه ورود طبق استراتژیت بمون. وقتی اعصابت خورده پای چارت نشین. سود و ضرر معامله قبلی رو فراموش کن، چون سود طمعت رو زیاد میکنه و ضرر ترست رو. اگر هنوز ذهنت درگیر معامله قبلیه، اون روز ترید نکن. هر جا توی ترید حس انتقام گرفتی، چارت رو ببند، چون این تو نیستی که دیگه تحلیل میکنی، این حس انتقامته. بازار میتونه به تحلیل تو واکنش نشون نده، پس متاسفانه توی یک موقعیت ریسکت رو افزایش نده. نیازه که این نکات رو هر روز با خودت مرور کنی تا وارد ناخودآگاهت بشه. این پست رو سیو کن، برای دوستات هم بفرست. راستی هنوز 1 دقیقه هم نشده.